سوره توبه شروع میشه. تقدیر الله متعال میسته که سوره توبه سر حالات حاضره زندگی امروزی ما گپ میزنه. اما سوالات اهمی که امروز برای هر مسلمان موجود است، سوره توبه کلش پاسخ میده، جواب میده. امروز مسلمان ها در حالت بدی قرار داره. چرا قرار داره؟ و دشمنای دین چه قسم تاخت و تا سری مسلمان ها کرده رایسته؟ در هر جای جنگ، خشونت، بدبختی و ایرانی کلش در ممالک اسلامی و در سر مسلمان است. علتش چی بوده؟ الله متعال در حقیقت پاسخگوی اینمی تمام سوالات امروزی ماسته. اینا میگه حسن تقدیر الله متعال که امروز ترجمه ما و شما به این برابر میشه. سوره توبه به نام سوره توبه یاد میشه به خاطر که اهمترین موضوعی که در این سوره ذکر شده قبول کردن توبه مسلمانان را الله متعال در اینجا یادآوری میشه. و درس عظیم برای مؤمنا است که مؤمنا معصوم نیستند. الله متعال انسان مرکب کرده از انواع شهوات و قوتها، خامخواه از پیشش از حدود الله تجاوز میشه. اما راه خلاصی کدام است؟ الله متعال وقتی آدم علیه السلام داخل جنت کرد و منع کرد از خوردن یک درخت، اما باز هم آدم علیه السلام مرتکب و خوردن شد. این جرم نیست و این عیب نیست. عیب است که انسان افتخار سری گناه بکنه و سری نعوذ بالله از سری گناه خود پشیمان نباشه. این بهترین کمال است که انسان مرتکب گناه شوه و بعد از او باز رجوع به سوی الله بکنه. چرا که هر قدر عاجزی انسان در درجه تکمیل میرسه، امو قدر بندگی انسان کامل میشه. از امو خاطر است که در مسئله بندگی انبیاء علیهم السلام در درجه اول قرار داره. و عاجزی از وا به نسبت ما خیلی زیاد است و در یک لحظه از الله متعال غافل نمیشه. اما ما و شما هستیم که بسیار اوقات غافل میشیم. پس از او خاطر کدام صحابه کرامی که الله توبهشون قبول کرده، این موضوع در این صورت ذکر میشه که بسیار مهم موضوع است. ان شاء الله الله متعال ما و شما را برسانه. برای ما و شما درسای عظیم دو است. از او خاطر سوره را به نام سوره توبه یاد میکنه. این سوره تنها نامش این سوره نیست، بلکه نامهای دیگه هم داره. این سوره را به نام فاضحه هم یاد میکنه به خاطر که منافقینی که در زبان اسلام وانمود میکردن الله برشان محک تیار کرد. یعنی اینطور موقع و زمینه را الله برابر کرد که در اونجا تفکیک میشد مؤمن واقعی از مؤمن غیر واقعی. و در اینجا بود که راز منافقین افشا شد که داد از اسلام میزدن، اما روزی که فرا رسید معلوم شد که مردم ها در قلب خود مؤمن واقعی نبودن. پس رازی از یا افشا شد، سری از یا معلوم شد. از او خاطر این سوره را به نام سوره فاضحه یاد میکنه. سوره را به نام سوره براءت هم یاد میکنه. براءت اعلان بیزاری را میگه. در این جمع اعلان بیزاری از مشرکین شده. پیغمبر علیه السلام کدام تعهداتی که به امرای بعضی از گروه های کفار داشته، بعد از الله متعال فرمان میده که سرزمین عرب از شرک پاک بکو. مرکز واقعی اسلام باید در اینجا یک مشرک زندگی کرده نتانه و بوی شرک هم در این سرزمین باقی نباشه که پشت سر انشاءالله این موضوعات بیان میکنیم. از او خاطر سوره را به نام براءت هم یاد میکنه. مقشقشم یاد میکنه. اظهار کردن میگه. در این جمع اظهار امو حالات منافقین و مسلمانای واقعی شده. دیگه نامها را هم مفسرین ذکر کرده، برای ما همین قدر کافی است. از او خاطری را سوره به این نامها نامیده شده. این سوره 113 سورت است در نزول خود که قبل از سوره نصر نازل شده. یعنی قبل از سوره نصر آخری سوره که نازل شده او سوره نصر است. اما بعد از سوره مائده 113 سورت است. شده میتونه بعضی آیات این سوره قبلا و بعدا نازل شده باشه، اما حکم متعلق به کل سوره میشه. از او خاطر 113 سوره برش گفته میشه. ارتباط این سورت قط ما قبل الله متعال در سوره انفال قواعد جهاد ذکر کرده، قوانین جهاد. در اینجا الله متعال اعلان جهاد میکنه. در اونجا قوانین ذکر شد، مسلمان ها آمادگی گرفت که به اینمی آداب مبارزه میشه. اینجا اعلان جهاد شده، باید جهاد شوه. از امو خاطر است که تا آدم آداب یا تکتیک جهاد یاد نداشته باشه، محض خودکشتن مناسب مسلمان نیست. مسلمان باید زیرک باشه و بسیار زیرکانه داخل عملیات مبارزه شوه. تنها خودکشتن جهاد نیست. جهاد است که ضرر برای کفار برسه
کفار از تو به هراس شوه، خوف پیدا بکنه، رعب تو سری از او ثابت شوه. با مطلقی کشتن انسان مجاهد شده نمیتونه. از او خاطر قرآن کریم اول قواعد جهاد در سوره انفال ذکر کرده و بعد از او در اینجا اعلان جهاد میکنه. یا در ما قبل الله صرف جهاد بیان کرده بود، در اینجا الله فرقه هایی که جهاد امرایش رواسته و قطش جهاد میکنی او را برای ما بیان میکنه. یا است که در صورت ما قبل الله متعال در اونجا ذکر کرده بود که جهاد چی اهمیتی داره. اینجا الله علت جهاد ذکر میکنه که آیا دشمنی ذاتی با مردم است که ما و شما مبارزه داریم، یعنی که عملکرد ناشایسته که سبب فساد جامعه شده در مقابل از او ما مبارزه داریم. این موضوعات در سوره توبه میاد، این ارتباط قوی با سوره انفال داره. سوره توبه در اولش اعلان براءت و بیزاری است، از او خاطر کل مطالب سورت ما و شما یک مرتبه نمیگیم، آهسته آهسته داخل شده در هر موضوع و بعد از هر موضوع را تفصیل میکنیم. این سوره توبه یک خصوصیت دیگری که داره در اولش بسم الله ذکر نشده. از امو خاطر نظریات مفسرین در نذکر شدن بسم الله در اینجا مختلف است. بعضی میگه که سوره توبه برای اعلان بیزاری آمده و بسم الله برای امان میباشه، در بین براءت از امان و خود امان تضاد است، از او خاطر در اینجا بسم الله ذکر نشده. اما بعضی میگه که نه، اصل گپ ای بوده که عثمان رضی الله عنه گفته که موضوع سوره توبه با امرای سوره انفال خیلی با هم نزدیک است، از امو خاطر دو سوره را به نام قرینتین یاد میکردن، یعنی یکی با دیگه پیوسته و راستی هم مضامین و موضوعات هر دو سوره خیلی شباهت و همانگی بزرگ داره. حتی شده میتونست که میگه همی سوره توبه جزی سوره انفال باشه، از او خاطر بسم الله را ذکر نکرده که اگر همی سوره انفال و توبه یک صورت باشه بسم الله باید در بین ذکر نشوه، مثل که در بین صورت در بین آیاتش بسم الله ذکر شوه. لیکن این روایت ضعیف است. بهترین وجه برای نذکر کردن بسم الله الرحمن الرحیم است که الله متعال زمان وحی را روان میکرد، پیغمبر صلی الله علیه و سلم آیات مختلفه که در مختلف اوقات آمده بود میگفتی آیت در فلان از فلان صورت است و در فلان موقعیت نوشته شود، اینمی قسم بسم الله هم نازل میشد و پیغمبر علیه السلام دستور داده میشد که اینی صورت جدید نازل میشه بسم الله در اول باید گفته شود. پیغمبر علیه السلام زمانی که سوره توبه شروع شده رسول الله به کسی به کاتبین وحی نگفته که بسم الله را نوشته کنه. از همون خاطر عثمان رضی الله عنه که قرآن کریم جمع کرد به صورت کتاب، جمع کردن قرآن کریم 3 مرتبه شده. اول مرتبهش در زمان ابوبکر رضی الله عنه شده، اونجا جمع به اعتبار ازی شده که در پیش هر کسی که است در یک جای جمع شود، اما شکل یک کتاب نگرفته بود. جامع قرآن لقب عثمان رضی الله عنه به خاطر شده که را به شکل کتاب جور کرده. او از این قدر احتیاط کار گرفت که چون کاتبای وحی برشان گفته نشده بود که بسم الله در اول سر سوره براءت ذکر شود، از او خاطر عثمان رضی الله عنه از احتیاط کار گرفت، چون که به وحی گفته نشده بسم الله را ذکر نکرد. از امو خاطر است که مفسرین عالی میفرماید که اگر کسی ابتدای سورت شروع میکنه بعد بسم الله را بگه، مثل که ما شما گفتیم. اگر نیک از قبلا همونطور تلاوت کرده میایه، همونطور روان است، مثلا سوره انفال خلاص میکنه میره و داخل سوره توبه میشه، باز بسم الله را نخوانه. اما هر کس که شروع به قرآن کریم میکنه اعوذ بالله خود ضروری است، بسم الله هم سنت است. از او خاطر اگر سوره توبه را شروع میکنه بعد بسم الله را قطش بگه، مثل که ما شما گفتیم. بعضی مردم ها اینطور فکر میکنه که صورت برای غضب الله است، عذاب الله است، از او خاطر بسم الله گفته نشود. در جای بسم الله بعضی کلمات دیگره، مثل که در چاپی پاکستان در قرآن کریم هم همینجا بعضی کلمات نوشته است: اعوذ بالله من النار و من شر الكفار و من غضب الجبار العزة لله ولرسوله وللمؤمنین نوشته کرده. و بعضی مردم ها میگه که در جای بسم الله این باید خوانده شود. این گپ نادرست است. آن چیزی که قرآن نیست قرآن داخل کردن درست نیست. آنقدر احتیاط در کلام الله شده که آمین، چون که از در قرآن کریم داخل نیست، در قرآن کریم نوشته نشده با وصفی که گفته میشه، لیکن چون که کاتبای وحی نوشته نکرده نوشته نشده. از همون خاطر این کلمات در مابین قوسا و خطا نوشته کردن و این را گفتن در جای بسم الله این درست نیست.
بلکه سخن امیر رقم بوده که وحی آمده، امر نشده که بسم الله نوشته شود. مطابق اونمو حالاتی که از پیغمبر علیه السلام باقی مانده، صحابه کرام هم بسم الله را نوشته نکرده. از او خاطر بله نکته ها وجود داره که این صورت اعلان براءت است، بسم الله برای امان است، در بینشان تضاد است، یک نکته و لطیفه شده میتونه، اما اصلی وجه نذکر کردن بسم الله شده نمیتونه، مثل که ما گفتیم. در این صورت الله متعال در اول اعلان بیزاری را میکنه، به پیغمبر خود اعلان میکنه که برو اعلان بیزاری را از کفار و مشرکین بکو که دیگر دستوردار شوی، پیمان صلح و تعهدات مکمل از بین ببر. گپ در کجاست؟ زمانی که سال 6 هجرت بود، پیغمبر علیه السلام برای ادای عمره امرای صحابه کرام رفت، بنابر خوابی که دیده بود، اما الله متعال خواب اینطور نکرده بود که دمی سال باشه. از امو خاطر مشرکین وقتی به کش و فش مسلمانان را دیدن، دلشان قبول نکرد که مسلمانان عمره را ادا بکنه، چرا که ننگ برشان آمد که مردم باز آوازه را بلند میکنه که مسلمانان سرش غالب است، زور است. از او خاطر مانع شدن. در حدیبیه صلح قرارداد شد، تقریبا چند مواد داشت. یکی از موادا امی بود که کسی که اراده حرم داره شما مانع شده نمیتونه. بسیار موادای دیگه هم بود که الله متعال از او تعبیر به فتح مبین کرده، چرا که اختلاط مسلمانان با امرای کفار زیاد شد، نشست و برخاست شد. او تبلیغات سوی که علیه مسلمانان میشد کلش از بین رفت، چرا که مردم دید مسلمانان را حرکاتش، اعمالش، افعالش، اخلاقش آشنا شدن، حقیقت اسلام برای واضح شد. از او خاطر طایفه و گروپ می آمدن، اسلام قبول می کردن. الله متعال او را به نام فتح مبین یاد کرده. بعد از او اینمی صلح همینطور ادامه پیدا کرد. یکی از جمله قواعدی که در صلح امضا شده دی بود که هر طایفه از قومای دیگرها میتونه که به یکی از دو گروه بپیونده، یا امرای قریش باشه در معاهده، یا امرای پیغمبر علیه السلام باشه. دو قبیله که به نام بنو خزاعه و بنو بکر یاد میشد. بنو خزاعه امرای پیغمبر علیه السلام هم پیمان شد، بنو بکر امرای مشرکین مکه هم پیمان شد. در این موقع پیغمبر علیه السلام خود مدینه منوره بود، خیلی دور بود. از او خاطر بنو بکر چون زیاد هم بودن، زور هم داشتن، تعرض کردن بالای بنو خزاعه، با وصفی که هم پیمان شده بودن. آلی خود نقض عهد است. مشرکین مکه همین معامله در شب صورت گرفته بود، فکر کردن که شب است، کسی ما را هم نمی بینه، اگر ما کمک کنیم بنو بکر دیگه هیچ کدام پروا نداره، خبر نمیشه، نقض عهد نمیشه. اما خبر برای پیامبر علیه السلام در مدینه منوره رسید. قاعده است که هرگاه یک جانب که در پیمان داشته باشند، اگر خودشان امی عهد میده کنه یا کمک بکنه امرای کسی دیگره که از او منع شد از کمک کردن. قریش منع بود از اینکه امرای بنو بکر کمک بکنه، لیکن وا کمک کردن. اول به رسول الله صلی الله علیه و رسید. بنو خزاعه اول به پیغمبر برد. پیغمبر علیه السلام میفهمید که مردم در تعهد خود استاد نمیشه، از او خاطر خفیه تیاری جنگ گرفت. مشرکین مکه حالات مسلمان ها را در جنگ بدر و احد و احزاب مکمل دیده بود. امو مزه غیرت و شهامت مسلمان ها را چشیده بود. این مرتبه که پیغمبر علیه السلام تیاری جنگ میگیره، کفار سخت در رعب و وحشت است. از امو خاطر بین خود مشوره کردن. ابو سفیان که در اون زمان مسلمان نشده بود روان کرد در مدینه منوره و اونجا به خاطر ازی که امرای پیغمبر علیه السلام تجدید تعهد بکنه و بگوید که از ما سهو شده، خیر است امی تعهد باقی باشه. ابو سفیان اونجا رفت، از حالات برش معلوم شد که پیغمبر علیه السلام تیاری جنگ داره. نزد یک صحابی و دیگه صحابی مختلف مردم ها را دید. قطش امی پیشنهاد کرد که خیر است اگر این قدر گپ از ما خطا شده امی تعهد برقرار باشه. صحابه کرام هم نپذیرفتن، گفت آن چیزی را که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ما امور کرده نیستیم. پیغمبر چون تصمیم جنگ گرفته بود، آمادگی شروع بود. ابو سفیان زمانی که پس آمد در مکه، یک چیست آوازه و صدا در بین مردم پخش شد که مسلمان ها تیاری جنگ داره، از خاطر که تعهد ما میده کردیم. وحشت در بین قلبای کفار افتاد. از امو خاطر زمانی که پیامبر علیه السلام در رمضان مبارک آمد به طرف چی؟ به طرف
مکه به خاطر فتح ازی. اهالی و سکان مکه دو دله بودن. یک تعداد میگفتن که نه مقابله بکنیم، یک تعداد دیگه میگفتن که هیچ توان مقابله موجود نیست. امو بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم از زرنگی زیاد، از یک تاکتیک خیلی قوی کار گرفت که امروز دانشمندای جهان تعجب میکنه. امو پیغمبری که تا دین روز امرای مسلمانا زیر شکنجه امی کفار ظالم بود، اما یک کار میکنه. چند سخن اعلان کرد. پیغمبر علیه السلام اعلان کرد هر کس که دروازه خود بسته کرد به امن است، کسی برش غرض ندارد. یک تاکتیک بزرگ بود. چرا؟ هر کس تلاش داشت دروازه خود سر خود بسته کنه به خاطر که به امن شود. دوم، چند کلانایی که محرک جنگی بود مثل ابو سفیان، ایرا گفت که هر کس در خانه از یا پناه ببره او هم به امن است. این مردم به جای از اینکه پالوی از یا جمع شود برای جنگ، جمع میشدن برای امن که ما به امن باقی بمانیم. سوم، کسی که در کعبه پناه برده باشه او هم به امن است. مشرکین مکه آل دیگه قطعا نظر و فکرشان متحد نشد. هر کس تلاش داشت، کسی دروازه خود بند میکرد، کسی در کعبه میدوید و کسی در خانه کلانا میدویدن که ما به امن شویم. از امو خاطر است که حتی اهل تاریخ و سیر ده اختلاف داره که مکه به غلبه فتح شده یا به صلح فتح شده. بسیار از افراد کمی که و مستثنا بودن که پیغمبر علیه السلام گفتی مردم ها را اگر در حرم هم گیر کرده قتل بکنه، چرا که آزار و اذیتش به مسلمان ها از حد زیاد شده بود. دیگه کسا چی نشد. از او خاطر پیغمبر علیه السلام با 10,000 لشکری که آمده بود مکه فتح شد و بعد از او جنگ حنین به وقوع پیوست که پشت سر آمده رایسته 2,000 نفر از اهل مکه قتلش یک جا شده بود. موضوع ما آیات اول تعلق به اعلان براءت داره. در سال 9 هجری پیغمبر علیه السلام وقتی خبر شد که رومیا تصمیم جنگ داره، به جای از اینکه وابه حرکت بکنه پیغمبر از اینجا حرکت کرد. یکی از جمله تاکتیکایی که همیشه غلبه نصیب کدام گروه میشه، امو گروه است که تعارضی است، چرا که وا همت داشته می باشه، دیگرها خیلی مرعوب می باشه. رومیا با وصف که یک لشکر داشت اینجا میه بخیر و توان مقابله را نتونستند. وقتی خبر شد از پیغمبر علیه السلام میدان رها کرد. پیغمبر علیه السلام بعد از مراجعه از تبوک که سال 9 هجری است، این همینجاست که قبیله ها خیانت ها را شروع کرده بود. پیغمبر علیه السلام تعهداتی که امرای بعضی قبیله ها داشت آلی را چطور بکنه، اسلام چی درسای بر ما میده در موقعی که خب قدرت هم داری، شهامت هم داری و اسلحه هم داری، امکانات هم داری، مردمای کم و کسی را بعد زیر پا کنی، نه سعی کنی با تعهد نبرش موقع بدی نه فرصت بدی. اما اسلام چی سلوک و روش بر ما نشان میده. الله متعال به پیغمبر خود اعلان کرد که تو باید اول برای ازیا اعلان نامه را نوشته کنی که دستوردار شوی از تعهدات، که تا این مردم بدانه اینطور نشوه که یکی به یکی سر ازیا حمله شوه. از همون خاطر پیغمبر علیه السلام در مردم که در 4 اطراف مکه بود و در ایام حج جمع می شدن برای مراسم حج، ابوبکر رضی الله عنه را امیر حج مقرر کرد، روان کرد به خاطر از اینکه برای مشرکین اعلان بکنه. بعد از او پس از اینکه ابوبکر رضی الله عنه روان کرد، دنبال از او علی رضی الله عنه را روان کرد به خاطر که رواج در او وقتی طور بود که اعلان پیمان میده کردن یا بستن یا خودی امو امیر باشه یا اقارب امیر باشه. از او خاطر پیغمبر علیه السلام علی رضی الله عنه که بچه کاکاست دامادش است او را روان کرد، چرا که عرف مردم همی طور بود. بعضی مردم ها از این استدلال میکنه که سیکو اعلان امی براءت علی رضی الله عنه میکنه دلیل بالای افضل بودنش و خلیفه بودنش است، اما این گپ غلط است، چرا که اول امیر ابوبکر رضی الله مقرر شده و علی رضی الله عنه مراسم حج زیر امارت ابوبکر رضی الله عنه انجام میده. او به خود کدام کارایی دیگری نداره، فقط اعلان این میکنه به خاطر که مطابق دستور و قوانین امو زمان باید امیر یا قریب امیر امو اعلانا را بکنه. علی رضی الله عنه در اجتماع عرفات و منا که مشرکین هم در او زمان به مو طریقه که خودشان حج داشتن مراسم حج خود ادا میکرد، جمع عظیم بود، برای از جای اینمی اعلانا را کرد که دیگه ما و شما صلح نداریم، تعهدات مکمل از بین رفته. اما با مردم چی رویه شوه الله متعال امور علیده بر ما بیان میکنه. اینجا 4 طایفه بود. یک طایفه کسانی بود که هیچ تعهد قطعش نداشت، یک طایفه کسانی بود که تعهد امرایشان داشت برای 10 سال مشرکین مکه، یک قسم مردمی بود که قطع ازوام تعهد داشت
لیکن مشخص بود که زمان اعلان جنگ 9 ماه از باقی مانده بود. یک قسم مردمایی بودن که امی تعهد خود میده کرده بود، یعنی کرده بودن لیکن میده کرده بودن. الله متعال که هر 4 طایفه احکام روان کرد. کسانی که میده کرده تعهد خود مثل مشرکین مکه یا او کسایی که اثر تعهد نکرده، این 2 طایفه یک حکم داره. الله متعال بعد از اعلان براءت 4 ماه برای از جا وقت میده. 4 ماه یا در این سرزمین هر طرف که میره و سنجش خود بکنه بیاندیشه، یا اسلام بپذیره یا است که جنگ قبول کنه که کشته شود. در این سرزمین دیگه مشرک باقی نمیمانه.